أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از سلسله درس ها و از سلسله آموزش های زبان عربی 12 درس گرفتیم و امروز درس 13 را برای شما پیشنهاد خواهیم کرد از کتاب العربیة بین یدیک. و پیش از آنکه به درس 13 داخل می شویم، بنده می خواهم یک خبر خوش را برایتان برسانم که برادرانی که در تعلیم زبان عربی نامنویس کرده بودند که تا به امروز همراه ما هستند و همراه ما درس ها را پیگیری می کنند با طریق اینترنت و امتحان هایشان را همچنین می سپارند. الحمدلله امتحان سپاریدند بخش یکم و دوم را بسیار با یک نتیجه خوبه. این نتیجه را اگر که خود شما می دانستید، کسانی که امتحان نسپاریدید، و اگر که این نتیجه را شما می دانستید، شما هم به مثل این برادرها البته کوشش میکردید که یک نتیجه از زبان عربی، زبان قرآن، زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیرید. اما متاسفانه از این چیز شما بعضیاتون شاید بیخبر یا بعضیاتون شاید به دقت و به اهمیت هستید و دقت و اهمیت نداده ایستادید. به هر صورت الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق و منزیات بگرداند که زبان قرآن، زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم را خوب از خود بکنیم. و میگذاریم به درس امروزه امان درس 13. درس 13 ما و شما از اینجا شروع می شود. کسانی که کتاب دارن می توان اینجا را پیدا بکنن. الوحدة الثالثة، یعنی که بخش سیوم. بخش سیوم درباره السکنو هست. السکنو معنایش زندگی کردن. در این اولش اگر یک میم بمانیم، المسکن، بعد می شود جای زیست یا محل زیست. لیکن از سکنو که هست معنایش زندگی کردن. ببینید برادران، ما و شما بخش یکم، در بخش یکم الوحدة الاولی ما و شما خواندیم که التحیة و التعارف، سلام کردن و شناسایی کردن. دیگر امروز کسانی که تا به امروز درسای ما را خوب اهمیت داده ایستادن، دیگر هر عربی را دید میتواند که با عرب شناس بشود، بدون یگان مشکلی با عرب شناس میشود. میتواند نامش را بپرسد، نامش را بگوید و از کجا بودنش را، از کجا بودن خودش را، خلاصه همه چیز را میتواند دیگر درباره شناس شدن دیگر معلومات بگیرد و معلومات بتید. در قسم یکم ما و شما را خواندیم و در قسم دوم الوحدة الثانیه ما و شما درباره الاسره خواندیم، خانواده. امروز هر عربی را ما و شما دیدیم یا کسی که عربی را میداند، دیگر ما و شما درباره خانواده اونها یا خانواده خودمان میتونیم که معلوماتشان بتیم، زیرا که این مسئله را ما و شما یا که این موضوع را ما و شما خواندیم. انا اکنون امروز که در بخش سیم از درس 13 باز چند درس دیگر، درس‌های آینده ما و شما در قسم سیم الوحدة الثالثه بخش سیم ده می باشد، درباره زندگی می باشد، یعنی درباره زندگی کردن یا درباره محل زندگی. ما میتونیم در کجا زندگی کردن ما رو بگوییم یا یه جا رفتیم چی طور خانه بکویم، چی طور ایجار یگان خانه پیدا. خلاصه این چیزها را درباره خانه، درباره جای زیست معلومات میتید این بخش و این درس ها را همچنین شما پیگیری بکنید و متوجه باشید که از خود بکنید. و میگذاریم به درسمان، به صفحه 57. هر کسی که 56 هر کسی که کتاب را در نزدش دارد میتواند صفحه 56 را بکشاید. در صفحه 56 میگوید که الوحدة الثالثه، یعنی که بخش سیوم، السکن یعنی که زندگی کردن یا المسکن باشد اگر میشود جای زیست، محل زیست. الدرس التاسع عشر، ما و شما از کتاب العربیة بین یدیک در درس 19 رسیدیم، اما سلسله درس های ما و شما این درس 13 می باشد. به خاطر آنه که ما و شما چند درس ها را، یعنی 2 درس را یک درس میکنیم در تمرین ها، برای مخاطب در کتاب پیش رفتیم، اما سلسله درس های آموزش زبان عربی ما و شما حالا در درس 13 قرار دارد. و میگذاریم به این کتاب میگوید که العرض یعنی که پیشنهاد کردن یا تقدیم کردن. الحوار الاول یعنی که گفتگوی یکم. انظر و استمع و اعد، انظر یعنی نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. این عباره را درس‌های گذشته بارها ترجمه کردیم، دیگر احتیاج یا حاجت به توضیح دادن این عباره ها نیست. پس در اینجا حوار، این گفتگو بین احمد و حسان هست. احمد همراه حسان صحبت میکند و گفتگو میکند. پس احمد میگوید که السلام علیکم، حسان میگوید و علیکم السلام. و ترجمه و معنای این
سلام و علیکم السلام را ما و شما در درس‌های گذشته گفته بودیم، حالا ترجمهش نمی‌کنیم. پس احمد میگه که این تسکن، این تسکنو، یعنی در کجا زندگی میکنی تو. این تسکنو، ببینید در اینجا تسکنو زندگی میکنی تو. ما و شما درس‌های گذشته گفته بودیم که مثلا یقرأ میخواند وی مرد بود، در اولش گفتیم اگر تر بمونیم زن میشود، تقرأ میخواند وی زن. اینجا در که هست این تسکنو، در کجا زندگی میکنی تو، این علامت زنانه نیست، این علامت مردانه هست. این تسکن، تسکن زندگی میکنی تو. اگر زن باشد میگویی که این تسکنی، در آخرش یا میمونی، بعد میشود این تسکنی، یعنی در کجا زندگی میکنی تو زن. اینجا که مرد که هست، احمد از حسان پرسید، حسان مرد که هست، برای همین خاطر گفت که این تسکنو، یعنی در کجا زندگی میکنی تو. حسان میگه که اسکنو فی حی المطاری، پس اسکنو زندگی میکنم من، تسکنو زندگی میکنی تو. اسکنو معناش گفتیم زندگی میکنم من فی حی المطاری، فی در حی المطاری یعنی منطقه، حی معنایش منطقه یا حی معنایش محله، یا حی همچنین در زبان عربی به معنای زنده هم میشه، لیکن در اینجا به معنای چی هست؟ منطقه یا محله. المطار، مطار یعنی فرودگاه یا که ایرپورت. پس ببینید اسکنو فی حی المطار میگد، یعنی که زندگی میکنم در محله فرودگاه یا زندگی میکنم در منطقه فرودگاه. خوب متوجه باشید، خوب با اهمیت باشید در خواندن کلمه ها و در ترجمه های کلمه ها. پس میگه که و این تسکنو انت، ببینید حسان باز احمد رو میپرسد که و این و در کجا، تسکنو انت یعنی زندگی میکنی تو. اگر زن باشد میگه که و این تسکنی انتی، یعنی در کجا زندگی میکنی تو. وقتی زنه که بپرسی میگویی و این تسکنی انتی، در کجا زندگی میکنی تو. اما اینجا که مرد که هست، برای همین خاطر میگه که این تسکنو انت، در کجا زندگی میکنی تو. پس احمد جواب میتید، میگوید احمد میگوید که اسکنو فی حی الجامعتی، اسکنو فی حی الجامعتی، یعنی زندگی میکنم در منطقه دانشگاه. جامعه یعنی که دانشگاه، زندگی میکنم در منطقه یا در محله دانشگاه. پس ببینید اسکنو زندگی میکنم، مردانه و زنانش فرق نمیکند. مرد هم باشد میگوید اسکنو، زن هم باشد میگوید که اسکنو، یعنی زندگی میکنم. پس حسان میگوید که هل تسکنو فی بیتین، هل تسکنو فی بیتین. حسان میگوید آیا زندگی میکنی در خانه. بیت عربا خانه زمینی را میگوید، خانه که حولی دارد این را عربا بیت میگویند. هل تسکنو فی بیتین، آیا زندگی میکنی در خانه حولگی یعنی در خانه زمینی زندگی میکنی. احمد میگوید که نعم، در جواب میگوید که نعم بله، اسکنو فی بیتین، زندگی میکنم در خانه حولگی، در خانه زمینی. و باز احمد میگوید که و هل تسکنو فی بیتین، آیا زندگی میکنی در خانه. اگر زن باشد میگویی که و هل تسکنی فی بیتین، آیا زندگی میکنی در خانه، خانه زمینی. مرد هست، برای خاطر گفت که هل تسکنو فی بیتین، آیا زندگی میکنی در خانه. پس حسان میگه که لا، نه، یعنی در خانه زمینی زندگی نمیکنم. میگه که نه، لا معنیش نه. اسکنو فی شقتین، اسکنو فی شقتین، میگه زندگی میکنم در شقه، یعنی که در خانه ای که طبقه طبقه هست، در ایتاژ، در ایتاژ میگه زندگی میکنم. شقه گفته خانه هایی که ایتاژ هستند، در این جای ها را در نظر دارد. بیت باشد خانه زمینی، خانه زمینی، خانه حولگی. پس میگه زندگی میکنم در خانه ایتاژ یا در خانه طبقه طبقه. احمد میگه که ما رقم شقتک، ما رقم شقتک، یعنی چند است رقمی خانه‌ات، رقم خانه‌ات، رقم خانه‌ات چند است. میگه ما رقم شقتک، یعنی که رقم خانه چند است. رقمو میشه بعد رقمو یا که رقمو، رقمو بهتر و خوبتر است، به زبان عربی رقمو میگن. یعنی ما رقم شقتک، یعنی چند است رقم خانه‌ات. حسان میگه که خمسه، این رو خوانده بودیم ما شما، خمسه یعنی که 5. و ما رقم بیتک، و چند است رقم خانه تو، خانه حولگی رقمش چند است.
احمد میگوید 9. ببینید این رقم 9 است. 9 یعنی که رقم 9. پس این بود حوار و گفتگو بین احمد و حسان و به این خلاص شد صحیفه 56 و میگذاریم به صحیفه 57. در صحیفه 57 در اول صحیفه میگوید که الوحدة الثالثه یعنی که بخش سیوم از سکن یعنی که زندگی کردن، الدرس 19 درس 19. حالا ما شما از کتاب العربیه بین یدیک در درس 19 رسیدیم، لیکن سلسله درس های ما و شما درس های آموزش زبان عربی این درس 13 می باشد. پس در این درس میگوید که المفردات یعنی که واژه ها یا کلمه ها، العرض تقدیم کردن، انظر واستمع وعید، نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. پس این جمله هایی که در اینجا هست شما بسیار خوب نگاه بکنید و بسیار خوب گوش کنید که من چی طور میخونم و شما خودتون با خودتون چندین بارها تکرار بکنید این کلمه ها را. پس ببینید میگوید که بیت یعنی خانه حولگی، خانه زمینی. شقه همچنین خانه، لیکن خانه چی؟ ایتاژ، خانه بلندی، خانه آسمانی بگیم یا خانه بلند، خانه ایتاژ. رقم یعنی که رقم، ببینید اشاره به سوی رقم کردگی است. رقم. حیون چطور گفتیم؟ منطقه یا میشود بگیم محله. حی منطقه یا محله. و همچنین حی میشود به معنای زنده، لیکن در اینجا حی به معنای چی است؟ منطقه یا که حی به معنای محله. چطوری که در فقه میگن که مثلا امام الحی یعنی که امام منطقه یا امام محله، امام الحی. پس در اینجا میگه یسکنو یعنی که زندگی میکند، یسکنو زندگی میکند. وای مرد، اگر زن باشه گفتیم در اولش تیره میمونیم، تسکنو زندگی میکند وای زن. یسکنو زندگی میکند وای مرد، تسکنو زندگی میکند وای زن. لا یعنی که نه، لا معنیش نه. مطار یعنی فرودگاه، مطار معنیش فرودگاه یعنی که ایرپورت. جامعه یعنی دانشگاه یا اونیورسیته، دانشگاه، همین ها را جامعه میگوین. الجامعه اونیورسیته یا دانشگاه. پس این بود مفردات و واژه ها. میگذاریم بعد تدریب. در تدریب میگوید که التدریب یعنی که مشق، سل بین الکلمه و صورت المناسبتی، بچسبان بین کلمه و صورتی که موافق و مناسب هست. بارها این را ترجمه کردگی هستیم، احتیاج به توضیحات زیاد ندارد. پس ببینید در اینجا بیت و حی نوشتگی هست. پس ببینید در اینجا دو صورت هست. پس کدام این صورت ها بیت هستند و کدام این صورت ها حی هست. بیت گفتیم خانه زمینی، حی محله. و بعد این رو بچسبونید، یعنی که کدام اینها که باشد پس شما خط بکشید از این به این جایی که با کدامش که هست شما خودتون خط بکشید. و در این رقم در صورت دوم در خانه دوم میگوید که رقم شقتون. رقم یعنی که رقم، شقتون یعنی که خانه ایتاژ یا خانه آسمانی یا خانه بلنداشیانه. پس در اینجا کدام این خانه هست یعنی که ایتاژ هست و کدام این رقم هست و اینها را شما خودتون آشکار کنید و بیان بکنید. و میگذاریم به خانه بعدیش. در خانه بعدی میگوید که المطار یعنی که فرودگاه، ایرپورت. و دوم لا یعنی که نه. پس این کدام این فرودگاه هست و کدام این نه هست، پس این را شما خودتون خط بکشید و بچسبانید. و در خانه چهارم میگوید که یسکنو یعنی که زندگی میکند. یسکنو معنایش زندگی میکند. الجامعه دانشگاه یا اونیورسیته. پس ببینید در اینجا کدام این یسکنو هست یعنی زندگی میکند، کدام صورت ها هست و اونیورسیته کدام صورت ها هست. شما خودتون خط بکشید و شما خودتون بچسبانید بین این صورت و کلمه، بین صورت و کلمه شما خودتون بچسبانید. پس این وظیفه شما هست
و این بود درس امروزه ما و شما از کتاب العربیت بین یدیک و در اینجا درس امروزه را به پایان میرسونیم که صفحه 57 به آخر رسید و صفحه بعدیش صفحه 58 درس آینده با یاردم الله تبارک و تعالی برای شما پیشنهاد خواهیم گردانید. پس این درس را خوب متوجه باشید و کلمه به کلمه حفظ بکنید و هر یک کلمه اش را در ذهن و در یادتان بگیرید که این بسیار مهم است برای کسانی که خواهشمندی دانستن زبان عربی هستند. بسیار متوجه و بسیار با دقت باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.